در دور رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت ابوذر غفاری همراهی حضرت بلال رفیق بودن، دوست بودن. چه نوعی که امروز در جامعه ما بعضی برادرها هستن با همدیگر دوستی میکنن، حضرت ابوذر همراهی حضرت بلال دوست بودن، یعنی جوره بودن، رفیق بودن. دائم میگه همراهی همدیگر سیاحت میکردن، سیر و گشت میکردن. روز به همدیگر هزل و بازی کردن. ناگاه میگه حضرت ابوذر خطا کرد. بعضی حالات میشه که انسان خطا میکنه، بعضی در حال پشیمان میشه اما دیر شده است. حضرت ابوذر خطا کرد، میگه یک جمله دغل از زبانش بیرون آمد. اون چی بود؟ حضرت بلال گفت که یبن سودا، گفت ای بچه سیاه. این مردم، این سخن در مردم ما هم عادت میگن فلانی سیاه، نامش کرامی سیاه، نمیکی سیاه، نامش میگن فلانی سیاه. حضرت ابوذر میگه خطا کرد، یکی سهوا از زبانش برآمد، گفت که یبن سودا، گفت ای بچه سیاه. حضرت بلال میگه در این سخن ابوذر خندش گرفت، تعجبش زد. یکم بار است که از دوستش سخنی ناراحت کننده و دغل و تحقیرآمیز میشنوه. میگه در حال میگه بلبی پرخنده حضرت بلال بسوش گفت ای برادر، گفت چیم گفتی؟ اکو یک بار دیگه گفت چیم گفتی؟ میخندید. میگه بسوش قهرش نکرد، غضب نآمد. همین خاطر که اون تعجبش زد که این چه خیل ابوذر برای خودش اجازه داده من سیاه گفت، یعنی تحقیرم کرد. حضرت بلال زارش کرد. میگه حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه از سر بدنش میگه عرق حیا سر کرد، سرخم شد، چهرش سب سرخ شد. میگه از حیا را دوباره این جملهش تکرار کردن نتوانست. جمله چی بگو؟ ای بچه سیاه. این سخن در جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسید. جناب پیغمبر در حال فرمید، منبرش آوردن، خطبه تشکیل کرد، تمام مردم جمع کرد. به چی خاطر؟ به خاطری نصیحت کردن سرزنش حضرت ابوذر، که به چی خاطر به یک برادر مسلمانت تحقیر کردی، به احترامی کردی، برای چی تو بلال سیاه گفتی؟ در نظر ما امروز خگپی نیست، این فلانی سیاه میگن. اما جناب پیغمبر ببین که به خاطر که این به احترامی، این ناقدردانی دیگه تکرار نشوه، در حال جناب پیغمبر میگه خطبه ایجاد کرد، مردم جمع کرد. حضرت ابوذر گفت یا ابوذر، گفت ای ابوذر، گفت در حق یک برادر مسلمانت از خدا بترس، گفت آبروی یک برادر تا در جامعه نریزان. گفت حضرت ابوذر نصیحت کرد، بین مردم خواهش کرد. حضرت ابوذر میگه سرش خم بود، میگریست، حرف به حرف نصیحت جناب پیغمبر گوش میکرد. جناب پیغمبر خطبهش ادا کرد. حضرت ابوذر میگه نزد حضرت بلال آمد. گفت ای برادر، گفت ای بلال، ترا به خدا قسم، گفت ترا به همون خدای قسم که می پرستش میکنی، گفت من در نزد پای تو در زمین خود ما با پشت می اندازم، با پشت میزنم، به همون کفهای پایی که در بالای خاکها قدم میزنی، به همون کفهای پا سخت در روی من بزن. گفت در همین چهره من سخت یعنی به لهجه خود من سخت شته بزن، تا اینکه برای من و برای دیگر درس شود که نسبت به یک برادرش به احترامی نداشته باشن. میگه با همه کفای پات سخت در چهره و در روی من شته بزن. حضرت ابوذر حضرت بلال گفته ایستاده. میگه حضرت ابوذر خودش در زمین انداخت. حضرت بلال خم شد، میگه در آغوشش گرفت، از پیشانی حضرت ابوذر بوسه کرد. گفت قسم به عظمت و جلال خدا، گفت او پیشانیه که یک بار خدا را سجده کرده است، هرگز گفت من در او شته و پا نمیزنم. میگه همدیگر در آغوش میگرفتن، زار زار دو کسا گریه میکردن. از گریه دو شخصیت تمام اون جمعیت مجلس گریان شد. میگه این بود مناسبت، این بود معامله که بین اهل اصحاب بزرگوار بود. احساسات، حتی خداوند اون محبت و مناسبت اونها رو در قرآن گویا هست که استعذ بالله محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم. این محمد رسول خدا هست. شخصیت هایی که همراهش هستند اینها چقدر بدبین و سختگیر هستند با کفار، اما بین خود چقدر رحیم و مهربان، چقدر دوست هستند، چقدر احساساتی خوبی دارن به هم دیگر.